کیرکگارد در کتاب ترس و لرز یا Fear and Trembling نوشته ایمان دقیقاً از جایی شروع می شود که تفکر کردن متوقف شود. اگر این رو واقعیت در نظر بگیریم، به این معنی که ایمان ماحصل منطق نیست، بلکه تا زمانی که ما بتونیم خوب تفکر و استدلال بکنیم، این به معنی علمه و ایمان نیاز به کنار گذاشتن و به شکلی به کار نگرفتن منطق داره. پس در این حالت ایمان چیه؟ در صحنه‌های آغازین فیلم مهر هفتم از اینمار برگمن با دو شخصیت اصلی این فیلم آشنا میشیم. آنتونیوس بلوک، شوالیه قرون وسطایی که از جنگ‌های صلیبی در دوران طاعون سیاه به خونه برگشته. مرگ، یا بهتره بگم مظهر یا نماد مرگ، که به آنتونیوس در سوال دانمارک خوش آمد میگه و بهش اطلاع میده که زمان عزیمتش فرا رسیده. آنتونیوس با دنیای از سوالات تیلیولاژیکال یا غایت شناسی بدون جواب و بی‌تمایل به دست کشیدن سر زندگی، مرگ رو به یک بازی شطرنج دعوت میکنه تا عزیمت خودش رو به تعویق بندازه. چند سکانس بعد آنتونیوس شک و تردیدهای خودش رو به مرگ که به شکلی کشیش در اومده اعتراف میکنه. در اینجا ما با سردرگمی روحی روحانی آنتونیوس آشنا میشیم. Jag vill ha vetskap. Inte tro, inte antaganden, utan vetskap. Jag vill att Gud räcker mig sin hand, avtäcker sitt ansikte och talar till mig. Men han tiger. Jag ropar till honom i mörkret. Men ibland är det som det inte fanns någon där. Du oroar dig. Döden besökte mig i morse. Vi spelade schack tillsammans. Den fristen ger mig tillfälle att uträtta ett angeläget ärende. Varför ett ärende? Men mitt uppskov vill jag använda till en enda meningsfull handling. در ابتدا آنتونیوس این رو اعتراف میکنه که او داره مرگش رو به تعویق میندازه تا بتونه آگاهی، علم یا مسیری رو که با اون به قطعیت برسه دنبال کنه. اما به این موضوع دقت کنید، تا زمانی که سکانس به پایان خودش میرسه، اظهار اون از دنبال کردن علم و یا قطعیت به یک عمل با معنی یا ارزشمند تغییر میکنه. برای اینکه شک و تردیدهای آنتونیوس رو به شکل یک پارادوکس منطقی خلاصه کنم، اون به ایمان نیاز داره تا بتونه منطق رو کنار بذاره. ولی خب اون میدونه که تا زمانی که منطق رو کنار نذاره نمیتونه ایمان بیاره. پس چجوری آنتونیوس یا هر انسان عاقل دیگه‌ای باید در درون خودش ایمان واقعی و بی‌آلایش ایجاد کنه؟ طبق نظر کیرکگارد، ایمان یک جنبشه که با کنکاش بیوقفه خیش تجلی پیدا میکنه. به این معنی که بهترین راه بیان کردن ایمان از طریق انجام فعالیته. در کتاب انجیل جیمز چپتر 2 خط 14 تا 18 آمده: چه سود دارد اگر کسی گوید ایمان دارم وقتی که عمل ندارد؟ آیا ایمان میتواند او را نجات بخشد؟ ایمان نیز اگر عمل ندارد در خود مرده است. به همین شکل کیرکگارد نوشته: تنها با ایمان عشق به خدا ممکن است شوالیه ایمان یا شهسوار ایمان به عشق ورزیدن به همسایه خود رو بیاورد. ناتوان از توجیه کردن منطقی جنبش ایمان یا پذیرش با چشم بسته یا همون لیپ آف فیت و در عین حال ناتوانی در عدم پرسیدن سوال، آنتونیوس به عمل رو میاره و در مسیر سفرش برای بازگشت به خانه در طول فیلم او به همراه گروه مختلفی از افراد همسفر میشه. در میان اونها یک خانواده 3 نفره رو میبینیم که شبیه به عیسی، مریم و یوسف هستند. منظور از یوسف نجاره که نامزد مریم بوده و نه یوسف پسر یعقوب، و به اون قول داده شده بود دفعه بعد که مرگ برای ادامه بازی بیاد تمام افرادی که همراه با اون هستن هم میمیرن. آنتونیوس با خبر از این موضوع حواس مرگ رو با بازی کردن شطرنج برای مدتی پرت میکنه تا به این خانواده فرصت فرار بده. این عمل با معنی یا ارزشمند آنتونیوسه. این اولین قدم آنتونیوس در جنبش ایمانه. وقتی مرگ برای بار آخر میاد تا آنتونیوس و همه افرادی که با اون هستند رو ببره، با واکنش‌های مختلفی روبرو میشیم. در مورد آنتونیوس، اون هم آخرین تمنا و عجزش رو در شرایط خار و خفیف شده و ناامید از خدا میکنه. Ur vårt mörker ropar vi till dig, Herre. O Gud, ha förbarmande med oss, för vi är små och rädda och utan vetskap. این جمله موضوعی رو بیان میکنه، یا حداقل ظاهرا اینطور به نظر میرسه که ایمان اون ضعیف یا نپخته است. هرچند این پارادوکس که قاطعیت آنتونیوس اینقدر کمه، دقیقاً ماهیت ایمانه. هرچی که باشه، مسائل رستگاری و ایمان باید با ترس و لرز مطرح بشن. ایمان کار تمام طول عمره و یک جنبش مادام العمره و نه یک مهارت که در لحظه اشتیاق به دست بیاد. و این توضیح زمانی کامل میشه که به اسم افراد منتخب خدا نگاه کنیم. یعقوب بعد از دست و پنجه نرم کردن یا همون کشتی گرفتن با یک فرشته اسمی دریافت میکنه، اسرائیل یا اسرائیل، که به معنی کشتی گرفته با خدا یا to wrestle with God هست.